بله. متولد 2 اسفند 1347 تهران از پدر و مادر ولید شد. شدیداً به سرزمین مادر و اجداد و با افتخار خودم سرزمین سرسبز با مردمان خوش‌آگاه و مهربان بخشنده مانند خاک پر حاصل شهر. رشته تخصصی تار. بابا راست دیدی امیگی نان قشنگه، عجب خوش آب و رنگه. چی بگم برات؟ از زیباییش بگم، از خوش آب و هواییش بگم، از محصولات غذایی درجه یکش بگم، از مردمان مهربونش بگم. عالی عالی عالی. خداوند به ما خیلی لطف داشته، اما چه فایده؟ ما داریم با دستای خودمون به کار قدیم، با دستای خودمون داریم طبیعت نابود. هر جا که میریم آشغال میریزیم، زباله رو همینجوری رها میکنیم، به طبیعت به حیوانات ظلم میکنیم. خواهش میکنم قربونتون برم، من از این طبیعت به نفع احسن استفاده بکنیم. زباله هاتون رو در طبیعت رها نکنید. منو پشت نریزید آقا، نریزید. خداحافظ.